سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. ما دیگه در تقریبا چوک کابل هستیم، اما چوک کابل نمیخوایم ببینیم دوستان عزیز. بعض از تغییرات آمده، بازسازی میشه. سرک کجاست؟ سرک شور بازار کابل. این سرکش که طرف چوک میبراید دیگه. ما تو میبریم دوستان عزیز، میخوایم از این دیدن بکنیم از بازسازیش چقدر تغییرات آمده، چی میخواین جور بکنن، چقدر جور شده و چقدر ادامه داره و آیا در نزدیکی هم کار جریان داره یا نه. دفعه قبل دوستان عزیز سرکش کنده شده بود، بند بود، اما مکملا کراچی ها گرفته بودن، شنه کار ساز جریان نداشت. اما حالا قسمت میبینین اون اسکواتور در این سرک کلان ساده است. اسکواتور ساده است دوستان عزیز، کار جریان داره. بونه در این قسمت اسکواتور فکر کنم پاک میکنه اسکواتور خدا. این سرک کنده دوستان عزیز، این جویهایش خلاص از کارش، سمت انداختین بالایش مانده سرش مانده، یا این کار جویه دیگه کلا خلاص نیست. سرک کنده میره، سرک کنده میره. این طرفش هم دوستان عزیز بند از دیگه. این سرک شور بازار است، اونم چوک کابل است. این سرک بند است، کنده میره، پاک داره. هیچی خوره اسکواتور خدا که بیاید دوباره شروع کنه کار موتورا بیان خاکش برن، خاک از این میکنن دوستان عزیز. دوباره خاک میارن که مطابق می سرک باشه، کار سرک را بندازه دیگه. بیربار از اینجا شاید زیاد باشه، پیاده روی طرفش که بیربارش زیاد است دیگه. ما تو میریم دوستان عزیز شور بازار یک دور میزنیم. در ادامه ویدیو همراه ما باشین. سرکش دیگه اون میبینیم که کندن و جور دارن. بعد از بسیار وقتا دوستان عزیز سرک شور بازار کابل در حال ساخته ساز است. ماشین طرف دوستان عزیز بیربار دیگه زیاد است، پیش روی ما هم بند است کلا. دوستان عزیز یک کاکا کته دخترها جنگ داشت، نمیدونم چی مشکل پیدا شده بود بینشون، اما هر چی که بود جنگ داشتن. او رو دو میزد و او رو دو میزدن، دشنام میدادن. راه هم اینطور که دوستان عزیز بند است، تیکه چوزا نیست، پیش روی ما نفر است. طرف هم دوکانای تکه و چیزا دوستان عزیز. این دیگه یکم که سرک صاف میشه هم پیش بریم. باشه دوباره بند خوردیم. سرک دیگه این تو بند است دوستان عزیز. اون طرف جویش نه انداختن سمتون تازه قالب کاری میکنن. با مدره دوستان عزیز این گوری پران بازیه چور بازار می طرف از دوستان عزیز. اون طرف دوستان عزیز میگفتم جویشان انداختن از کنکریت، به خاطر از اینکه تازه سیم کشی شده و قالب کاری شناس تمام نشده. در از قالب کاری بس سیم میندازن انجوشه، بعد از ببخشین قالب کاری مساله میندازن و با سمت میندازن. خیال هم گدوت میشه دوستان عزیز در این فضا. این گلی پرم فروشی دوستان عزیز. دوکانای بسیار کم مانده، مثل از سابق نیست. این فقط چند چرخه و چند گلی پرم. البته وقتش هم نیست دوستان عزیز. تابستان قدر بالا نمیکنه چون گرمی است، کسی در سرای بام نمیبره. اون وقتای نوروز، وقتای خزان میشه، اون وقتا دیگه بزرگی پرنبازی اوج میگیره دوباره. این سرک بند از دوستان عزیز سیمکاری دارن. یک که ذره خدا به شدت بکشیم که راست شبرهای مقابلا بند از دوستان عزیز.
یه پوشه است. غیر شجبار افتادن چند بالای رنگانی چی آورده؟ ای گرم است. نه مامش برو مامش رو دیگه. راه کاملا بند و بسته از دوستا. این طرف هم مواد اولیه میفروشن. دیگه دوستان عزیز از همه چیز کرده باید متوجه باشین که دستتان در جان کام سیاسر نخوره. خدای نکرده باز اگه او محسن هم باشه خلاص دیگه در روی سرک بیاب در بیابتان میکنه. اگرچه شما قصدتان فقط تیر شدن باشه و عجله داشته باشین. بیشتر کاکام در اون مسئله گیر آمده بود. بیچاره چیزی که از دانشون آمد گفت و تلفن دوستان رین گولی پران فروشی ها تار و گولی پران و این طرف هم کلچه فروشی. و این طرف هم سرک عمومی شور بازار از دوستان عزیز. در تصویر میبینین سرک عمومی شور بازار کابل است. دیگه دوباره ما سرک شور بازار رو دور میدونیم دوستان عزیز. این طرف خود میبریم پس کجا؟ سر چوک. این طرف دیگه رای ما رو هم دور میکنه. همین طرف کار نداریم. دنیا رو میبینین دوستان عزیز. دکان‌های قدیمی شور بازار کابل هستند که از زمان سابقه فعالیت میکنن. این دوستان عزیز دوباره این طرف رو ببینید. اون طرف اون قالباش جدا کردین، این طرف هم قالباش جدا کردن، اما بین سرک هنوز سیمکاریش مانده، سیمکاری مکمل نشده. هم چکه فروشی و نسل فروشی کاکام کلان نموری ما رو گرفتیم. کاکا بریم پیش براییم. دوستان عزیز اینیم عطاقی بود که ترقید ما اصل دوستان عزیز به خاطر بازدید از سرک آمده بودیم. گفتیم که داخل سرک بریم اما قدر را بند است و خراب است که سرک مانده که هیچ نمیشه. اینجا تانستیم دوستان عزیز اینجا این تازه قالب بندی میشه و اونجا منتازه کار دارن. سیما ماندگی است. یعنی قیر سابقش است که کندن یا کلش کنده میشه یا رو میبرن. این دیگه بلاکا میگم آپارتمانکا و فروشگاه های مراکز تجارتی همین بخش کابل یعنی شور بازار هستن. دیگه ما تو دوباره راه خود ادامه میتیم دوستا. این دوکان های سابقه شور بازار هستن دوستان عزیز. تکه فروشی هست، خیاطی هست که از مسابقه فعالیت دارن. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. همه ایتونه به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.
دوره بخط شوی